در تالار سودی ولایت سوغد بخشیده به 29مین سالگرد روز وحدت ملی جمع آمدی تنتنوی برگزار گردید. در چاره‌بینی رهبریت سودیه‌ها، کارمندان دستگاه سود و نمایندگان ساختارهای دخلدار اشتراک نمودند. ضمن همایش تاکید گردید که وحدت ملی از مهمترین دستاوردهای تاریخی مردم تاجیک به حساب رفته. محض در زمینه صلح و ثبات و همدیگر فهمی کشور ما امروز در راه رشد و سازندگی با قدم‌های استوار پیش می‌رود. همساله 27 ایون به مناسبت امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی همچون روز وحدت ملی تجلیل کرده می شود. وحدت بهترین نعمت برای تمام انسانیت بوده. آن تمام نیکی خوبی دنیا را در خود تجسم نموده است. زیرا تنها با بودن وحدت دشواری مانع‌ها پس سر می شود. روزگار مردم روح به بهبود می نهد و خلق آرام و آسوده زندگی می نماید. ما جوانان نسل خوشبخت‌ترین جهانیم که در زمان صلح و آسایش زندگی به سر برده ایستادیم. بگذار با بخت ما صلح پایدار باشد و آسمان ما همیشه صاف و بی‌غبار باشد. برآمد کنندگان نقش پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را در برقرارسازی صلح، تحکیم وحدت ملی و رشد دولتداری نوین تاجیکان مخصوص تاکید نمودند. همزمان اهمیت حفظ ارزش‌های ملی، احترام قانون و بلندبرداشتن معرفت حقوقی شهروندان را مهم ارزیابی کردند. ما باید این امکانیت در حقیقت تاریخی را بسیار مسئولانه و بسیار عاقلانه استفاده نموده استقلال وطن، یگانگی، وحدت ملی تحکیم همه‌جانبه بخشیم. سهم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان محترم امامعلی رحمان در تحکیم صلح و وحدت ملی در تاریخ تاجیکستان همچون عامل سرنوشت‌ساز و معین کننده روند برقراری دولتداری ارزیابی می‌گردد. آموزش و ارزگذاری به دستاوردهای وحدت ملی نه تنها وظیفه علمی بلکه مسئولیت شهروندی هر یک فرد جامعه میباشد. تاکید شد که وحدت ملی زمینه اساسی پیشرفت جامعه و رشد همه بخش‌های حیاتی کشور میباشد. در این زمینه از سهم مقامات سودی در تامین قانونیت، حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان و تحکیم عدالت سودی یادآور شدند. ذکر گردید که فعالیت سودها در حفظ منفعت‌های دولت و جامعه، پیشگیری حقوق ویرانکنی‌ها و نگهداری ثبات اجتماعی نقش مهم دارد. وحدت ملی این یکی از ارزش‌های بزرگ ما تاجیکان میباشد. محض وحدت سبب صلح و آرامی، پیشرفت دولت و زندگی آسایشی مردم گردید. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با تلاش‌های خسته‌ناپذیر خود در برقرار نمودن صلح و ثبات کشور نقش تاریخی گذاشتند. با تلاش‌های پیوسته جناب عالی ملت متحد گردیده تاجیکستان راه رشد و ترقیات را پیش گرفت. ما باید وحدت را همچون نعمتی بی‌بها حفظ نموده برای آبادی وطن و پیشرفت جامعه سهم خود را گذاریم. 29 سال پیش در تاریخ دولتداری دولتسازی نوین تاجیکان با عزم اراده قوی و از برکت خرد ازلی ملت باستانی ما رویداد بزرگ ارزی وجود کرد که این در تقدیر منبعد مردممون گردش کلی و تحول بنیادی گردید. ابراز گردید که با سیاستی دوربینانه و اقدام‌های سازنده سروری دولت در کشور فضای صلح و آرامی و همدیگر فهمی پایدار گردیده. برای رشد استوار اقتصادی و اجتماعی و تحکیم دولتداری ملی شرایط مساعد فراهم آمده است. در انجام چاره‌بینی تاکید شد که مقامات سودی با اجرای وظیفه‌های خود در تطبیق عدالت، تحکیم اعتماد جامعه به حاکمیت سودی و حفظ ولایت قانون سهم نظر است می‌گذارد که این عامل‌ها برای پیشرفت جامعه حقوق بنیاد و تحکیم پایه‌های دولتداری اهمیت کلیدی دارد. مستانه محیدی لازاده، غالب عبدالغفارов، حبیب ابراهیم زاده. اخبار